تمام مشکلاتی را که میبینین شما فقط روی ازی به وجود آمده که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف وعده داد برای مردم که ما مهاجر میپذیریم و این کسایی که میان مهاجرای خود تاجیکستان نیستن. متاسفانه هیچ گوشی شنوا نه به سطح بین المللی وجود داره و نه به سطح کشور همسایه‌ای که وعده سپرد. اینا اگر تا 10 15 20 روز دیگه که سردی هوا در اینجا حاکم میشه و یا نتونن مهاجرین بیرون بکشن از این وضعیت، فاجعه انسانی رخ میده. من برای چی میگم که پاتچینی کورپا در از رحمانوف در بازی بزرگ بین کشورها داخل نشو. تو قدرتی او را نداری بچهش. او تو همین پاتچینی کورپا در از که برو در اوج رقص که برو از پکودا سوار شو، ایدی کادو بگذارون، جشن نوروز، استقلالیت، رقص، بازی، توی خرسندی. تو را چی با سیاست های گلوبالی دخالت کردن چی؟ زورود نمیرسه، این شرمندت میکنن. تمام دنیا گویا حکومت رحمانوف قبول داشتن. مرحمت کنین بریم داخلی همسایه کشور، مردم افغانستان بگذارش. دعای محترم و کسایی که مسئول هستند در تاجیکستان، ملل متحد و همگی ما احترامات خود تقدیم میکنیم. بعدا شما سوالتان بکنید که ما جواب بدیم. چند نفر هستین اینجا؟ ما یک فامیل هستیم 11 نفره. از کجا آمدین؟ از پنشیر هستیم و تمام مشکلاتی را که میبینین شما فقط روی ازی به وجود آمده که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف وعده داد برای مردم که ما مهاجر میپذیریم و این کسایی که میان مهاجرای خود تاجیکستان نیستن. این مردم ها همگی دعوتنامه دارن از کشورهای دیگه، میخواین از کشور سوم بخیزن برم به طرف مقصد خود. چقدر وقت از اینجا هستین؟ تقریبا یعنی ما 20 روز شده که هستم در اینجا. در کجا هستین باز؟ در خانه های مردم دینیم دیندیم. خورد و خوراک چیز داریم؟ چی بخوریم؟ مردم خانه خود فروخته، مردم جایداد خود فروخته، مردم وسایل خانه خود فروخته، آمده در اینجا و این هم رو به اختتام است. متاسفانه هیچ گوشی شنوا نه به سطح بین المللی وجود داره و نه به سطح کشور همسایه‌ای که وعده سپرد. اینا اگر تا 10 15 20 روز دیگه که سردی هوا در اینجا حاکم میشه و یا نتونن مهاجرین بیرون بکشن از این وضعیت، فاجعه انسانی رخ میده و تمام اطفال این مهاجرین را که میبینین مریض خواد شدن و این فاجعه انسانی را مسئولش امام علی رحمانوف است. حرفی من نیست، فهمیدین؟ من برای چی میگم که پاتچینی کورپا در از رحمانوف در بازی بزرگ بین کشورها داخل نشو. تو قدرتی او را نداری بچهش. او تو همین پاتچینی کورپا در از که برو در اوج رقص که برو از پکودا سوار شو، ایدی کادو بگذارون، جشن نوروز، استقلالیت، رقص، بازی، توی خرسندی. تو را چی با سیاست های گلوبالی دخالت کردن چی؟ زورود نمیرسه، این شرمندت میکنن. برای چی ما بارها میگیم که ما یک کشوری هستیم که واقعا از لحاظ نظامی ما فرسوده هستیم. بیچاره افسر بچهای سعادتای ما را بریم ببینین، یک زنی قرقیز میبیا شتکشش میکنه. اینا میدونم آخر گاوهای ما در مرز افغانستان دزدیده میشوند او با مواد مخدر فلان بیمدان. شهروندای تاجیکستان حلاله کرده بودین چند ماه پیش در مرز گفتین انا ما از کلاب آماده ایم، ما از بدخشان آماده ایم، رفتن همونجا خطر مردم قرقیز مناقشه شد. امروز 2 نفر متهم به همون کارا کردن بودن روانه زندان در مرز تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان هم همین است. این مردم بیچاره افغانستان امید بین شاهنشاهی گویا که پیشوای ملت تمام دنیا کرده بودن. من نگفتم در بالا که برنامه قبلی که مردم افغانستان، کسایی که صدای ما را میشنوین از همزبانای ما، شما هیچ وقت امیدتون به این طبقه انسان ها نکنین مدامی که اینها پارچه زمین خودشان میفروشن. آیا امیدتون که زمین دیگر را دفاع کنن؟ ای مردم صدای ما را برسانین به گوششون تا اونها بدبخت نشوند، تا اونها بخونه نشوند. از اوی که اومدن در بدرن همه حکومت طالب میرفتن لااقل یک غذای میافتن، سرشون پناه بود.
بدبخت کردن مردم ها. 200,000 ما میتونیم مهاجر قبول کنیم گفته بودن. مردم امید به تو کرد که انا که رحمانوف سمت جبهه دا استاد شدگی است، کمک میکنه. بیچاره مردم افغانستان خانه او داره پرداختن، آمدن مرزا بسته است. پیر و جوان، زن و مرد در لای مرز استاد شده است. شما برو آمدین پیشوای شاهنشاه جهان دنیا میشناسه. همسایه کشور فکر هموطن ها است که تمام این اطفالی که در اینجا میبینیم، تمام بدبختی که بالای ما آمده است که ما اینجا در بدریم، این هم باشد دعوای رحمانوف است. با همون خاطر ما باز هم میگم از رحمانوف شما کسی نتراشین که در مقابل نظام طالب ایستاد شده میتونه، اگر که دبالا پدرش نباشد، خب برادر بزرگش نباشه، این با این ضعیفی، با این گنرال هاشون ابو ببینین آخه صورتاش نیست که من شما بودم این همه قدری شکماشون دم کردگی آخه نفری نظامی او گیجا گنرال است. ارتش بیچاره را بریم ببینین یک در خونه یک قماندان گاو میجوشه، یک دیگهش بیچاره در یک خونه یک گنرال دیگه علف درام میکنه، اوش کارچکا بریون میپزه، او شوفیوری زنی یک دیگه راش است. آیا با همین ارتش ما در مقابل نظام طالب میجنگیم؟ در مقابل حکومت پاکستان مبارزه میبرید؟ با او خاطر ما باز هم میگم که چاپلوسای عزیز از رحمانوف گرای نتراشین که فقط در دهنی همت بشتا میزنن. این مردک قدرت او را نداره. شما حلالش میکنین، بیچاره فهمیش سیاسی نداره. همین فیسبوک یا میدرو که انا رحمانوف جبهه را طرفداری میکنه، رحمانوف احمد مسعود دعوت کرده است، رحمانوف کار کرده است، حکومت طالب دنیکی وادار کرده است، سازمان ملل دا گفت که ما تاجیکا فلان میکنیم. انا شما لسیدن که سر میکنین، این بیچاره همون خمین فهمه امید به که وقت مردم امری قدوس میداشته مزور کرده بودن، اما در پس دیگه کارها رفته سه. این مردم اومده است در بدر است، غمیره که میخوره.